سرخط خبرها. ये गाड़ी है भी बाहर की सिंध की है, सिंध की गाड़ी है. اسلامی امارت به فتوا صادروي چې دا کوم جنگونه چې د پاکستان د حکومت په خلاف کیږي دا ناروا جنگونه دي. انفجار در اسلام آباد، اتهام بر کابل. وزیر دفاع پاکستان گفت راه مذاکره بسته شده و کشورش ممکن است به خاک افغانستان حمله نظامی کند. کچا په پاکستان کې قراردادونه یا خریداري کړې وي 3 میاشتې وخت ورکول کیږي. په همدې مدت کې دي خپل ټول حسابونه هلته تشبیه او کار دي راونغاړي. امارات اما به تجارت با پاکستان ضرب الاجل تعیین کرد. رئیس الوزراء میگوید پس از 3 ماه تمام تجارت افغانستان باید از مسیرهای بدیل پاکستان انجام شود. و آغاز عملیات بازداشت و یورش بر خانه‌های پناهجویان افغان در پاکستان پس از انفجار در اسلام آباد. شماری از پناهجویان به تلویزیون 1 میگویند که خانواده‌های افغان به دلیل ترس از بازداشت مجبور به ترک خانه‌های خود شدند و در بی‌سرپناهی به سر میبرند. به این بخش خبر از 1 خوش آمدید. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان مدعی شده که کابل در حمله‌های روز گذشته در آن کشور دست داشته و اکنون هیچ راه برای ادامه مذاکرات میان دو کشور باقی نمانده است. و محکوم کردن این حمله‌ها از سوی کابل را رد کرده و از اقدام نظامی پاکستان در خاک افغانستان هشدار داده است. پیش از این امارت اسلامی همواره ادعاهای مشابه در این باره را رد کرده و از مسئول بودن خاک افغانستان اطمینان داده است. همزمان با این رحمت الله نجیب معین اداری وزارت امور داخله و عضو هیئت گفتگوهای صلح میان افغانستان و پاکستان میگوید که هیئت پاکستانی از آنان خواسته بود تا رهبر امارت اسلامی برای ناروا خواندن جنگ جاری در پاکستان فتوا صادر کند. سید ذکرالله هاشمی آگاه مسائل سیاسی برای پاسخ چند پرسش با ماست. هاشمی صاحب سلام. وزیر دفاع پاکستان تهدید کرده که ممکن است بر خاک افغانستان حمله کنه. در صورت انجام چنین اقدام واکنش امارت اسلامی چه خواهد بود؟ آیا پاسخ کابل محدود به مناطق مرزی خواهد ماند یا گزینه حمله متقابل بر خاک پاکستان نیز مطرح است؟ به عبارت دیگر آیا حمله به کابل با حمله به اسلام آباد پاسخ داده خواهد شد؟ الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. اما بعد، برادر محترم، برای شما برای بینندگانتان سلام خود را تقدیم می‌دارم. سپاس. به نظر من پاکستان پاسخ را گرفت در حمله قبلیشان که وقتی حملات صورت دادن در داخل افغانستان، امارت اسلامی افغانستان بر از اونا جواب داد که بر از اونا پیام هم داشت، پیام برای اردوی پاکستان داشت، پیام برای وزیر دفاعش داشت، پیام برای استخباراتش داشت، پیام برای ملت پاکستان داشت که باید مردم بی منطق خود را کنترل بکنند. لذا اگر جنگ شروع بشه، مثل هم مثال ساده ما و شما که است، در جنگ میگه علوا نمیشه توزیع، یعنی اولا را کس بخش نمیکنه، اوجا جنگ میشن. وقتی که اونا جنگ طلب باشن، اونا سر افغانستان تجاوز کنند، با اینکه مسئولین امارت اسلامی افغانستان در تمام وقتا، در هر وقت و در هر پایه حکومتی اعلان نموده که ما میخوایم به حیث صلح و آرامی همراه پاکستان و همراه دیگه همسایه‌های خود زندگی بکنیم. افغانستان هیچ وقت خواهان جنگ نیست، از این خاطر که 50 سال میشه در افغانستان جنگ است. لذا نمیخوایم که جنگ در بالخصوص مابین عالم اسلامی بشه، مابین دولت‌های اسلامی بشه. ملت پاکستان ملت مسلمان است، برادرای ما هستند و در این وقت هم جوار و هم زبان و هم مذهب و هم دین هستیم. لذا ما هیچ وقت، یعنی امارت اسلامی افغانستان و ملت افغانستان نمیخواد که همراه پاکستان یا همراه ایران، همراه دیگه همسایه‌ها جنگ داشته باشه، جنگ بکنن. اما اگر این اقدام جهولانه و اقدام بی منطق را پاکستان بگیره و این کار را بکنه، در این طبیعی است که جواب خود را میبینه، از خاطر که هر مسلمان حق داره که از خود دفاع بکنه. لذا من امیدوار هستم که عقلا و حکما و استراتژیک دانای پاکستان بفهمند که جنگ افغانستان بعد از اونا به این سادگی نیست، مثل که اونا چی کردن، اونا تخیل کردن یا همراه خود فکر میکنن، بلکه از شکستشان در بنگلادش از او که شرم‌آور و بدتر خواهد بود.
سپاس. هاشمی صاحب، با آنکه حکومت پاکستان در کنترل ارتش و زیر اداره نظامیان است، چرا در مدیریت بحرانهای داخلی و اختلاف درونی ناکام مانده و حتی مسئولیت تامین امنیت داخلی خود را به دوش افغانستان مندازه؟ چرا ارتش پاکستان با وجود تجهیزات پیشرفته و بودجه میلیاردی هنوز توان مبارزه با تروریسم را در خاک خودش نداره؟ اگر نظامیان پاکستانی در هر نبرد داخلی شکست میخورند، عقب نشینی میکنند و فرماندهان میدانیشان گرفتار یا فراری میشن، پس این ارتش عظیم و جنرالان پر ادعا چه کار کرده دارند و چه مشکل راه حل میتواند؟ برادر محترم، شما خودتان پاسخ سوالتان یعنی جوابش در سوالتان است. شما گفتین که مردم اردوی پاکستان و استخبارات پاکستان سر پاکستان کنترل دارند. اگر شما خودتان فکر کنین در تمامی دنیا هیچ وقت مردم نظامی یا مردم اردو و استخبارات در حکومتداری کامیاب نشدن، چرا که اونا سیاست نمیفهمند، عقلانه صحبت نمیکنن، صحبتایشان منطقی نمی باشه، لحاظا اونا از زور و ستم کار میگیرن و یکی به عقل و منطق و سیاست و همجواری دست بزنن، بلکه اونا به زور و مثل که شما یادآوری کردین تکنولوژی و اسلحه دست میزنن. لحاظا اینا ناکام هستند. حتی در مشکلات داخلی پاکستان اینا نتونستن در 76 سال گذشته یک حکومت قانونمند، یک حکومت مرکزی، یک حکومتی که اونا خودشان میگن یک حکومت داشته باشن که او قابل اعتبار باشه. وقتی انتخابات میکنن یکی از اونا میبره و برنده رو میگیرن، بندی میکنن، باز میگن به دیگه دولت ها که باید یک دولت منتخب باشه. وقتی که خودت این صحبت ها رو میکنی پس در دیگه کس هم نمیبینی. لحاظا اردوی پاکستان در داخل پاکستان هم ناکام است، در بنگلادش هم ناکام است، در کشمیر هم ناکام است، در مسائل داخلی پاکستان هم ناکام است و من بعد در مسائل افغانستان هم ناکام میشه، چرا که اینا جهولانه، غیر منطقی و غیر عقلانه و غیر استراتژیک افکاری دارن. اینا به غرور و به تکبر صحبت میکنن. آیا اینا زیاد تکنولوژی دارن یا آمریکا؟ آیا اینا زیاد اسلحه دارن یا ناتو؟ آیا اینا زیاد اسلحه دارن یا روسی سابق که داشت؟ آیا اونا در افغانستان دریغ کردن از اسلحه خود؟ نه، مادر بمبار ایجاد داشتن. خب بازم به توفیق خداوند متعال، به نصرت خداوند و به غیرت و شهامت و ایمانداری مردم ملت مسلمان افغانستان اونا شکست خوردن. لحاظا اگر اینا زور آزمایی کنه، به نظر من شکستشان انجامشان از امریکا و از روسیه که بدتر از این خاطر می باشه که اینا زیاد ناتوان هستند نسبتا به امریکا و نسبتا به روسیه. لحاظا به نظر من این گپ لاف زدن و در میدان کشیدن و خدا نخواسته دو ملت مسلمان را به ناحق به جنگ و به قتل کشیدن یک چیزی ناجایز است، هم در اخلاقیات اسلامی، هم در احکام اسلامی، هم در همجواری، هم در هم ملتی که ما یک اقوام و یک همزبان و همجوار هستیم، ملت مسلمه هستیم. لحاظا اینا اگر این احمقانه کار را بکنه، به نظر من که تاوان خودشان از افغانستان که زیادتر میباشه. درست. خواجه آصف گفته افغانستان توان پایان دادن به تروریسم در داخل خاک پاکستان را نداره. این سخن چی ربطی به افغانستان داره؟ چرا اسلام آباد ناتوانی نظامی و استخباراتی خود را به گردن کشور دیگر مندازه از جمله افغانستان و حتی هند؟ ما باید گفتم اینا منطق ندارن، سیاست نمیفهمن و در عین وقت اینا رو نمیفهمن که مسئولیت امنیت داخلی پاکستانی از مسئولیت حکومت است، از مسئولیت وزارت داخله و وزارت دفاع و استخبارات از اونها است. هیچ دولتی از دیگر دولت چی همسایه باشه چی دور باشه این خواهش نمیکنه که تو بیا در وطن ما امنیت برای تامین کنی. یک احمقانه صحبت است. یکی دوما این معنایی رو میده که اینا هیچ با مذاکرات عقیده ندارن و اینا با مسئله حل این مسئله هم پوشان نیستن، بلکه اینا حتی فیصله ازی هم ندارن که ما اونا باید تصمیمشان به دست خودشان نیست که اینا آیا در این مورد امروز افغانستان مذاکرات کنن و مذاکرات نتیجه بده و سر زو نتیجه اینا پایبند بمانند. لحاظا اینا گپای غیر منطقی، غیر عقلانه و غیر ممکن را خواهش میکنن. لحاظا اینا هم در مذاکرات ناکام میشن و هم در میدان نظامی. درست. هیئت پاکستانی از کابل خواسته هاشمی صاحب که فتوا صادر کند مبنی بر اینکه جنگ در پاکستان ناروا است. پرسش اصلی ایجا است که چرا اسلام آباد برای مشروعیت بخشی به امنیت داخلیش به فتوای افغانستان نیاز داره؟ این هم به جهالت دلالت میکنه برادر محترم، از خاطر که اگر فتوا در دست حکومت ها باشه خب باز مثل خودشان وارد میشن، خودشان فتوا صادر کنه. یکی و اگر فتوا در دست شریعت باشه، دست علما باشه،
و شریعتی که هرچی فتوای صادر میکنه در این موارد اونا خودشان برشان کردن نمیمانه. این خب باید دارالفتاء، مفتی صاحبا، علمای کرام، علمای دین صادر کنن به اساس احکام شریعت، به اساس نصوص شرعی، به اساس دلایل قرآنی و دلایل نبوی اینا را صادر بکنن. باز اگر در حق خودشان بود باز اونا هم باید ملزم باشن، باید پاکستان هم اون فتوا را قبول بکنن. اینجا در افغانستان علمای افغانستان الحمدلله خودمختار هستند، اونا علمان ربانی هستند، اونا به این اساسی که حکومت خواهش کنه یا پاکستان خواهش کنه به اون اساس هیچ وقت فتوا را صادر نمیکنن. اینا حتی این منطقه نمیفهمند که در افغانستان حکام علما هستند، اینا هیچ وقتی کار را نمیکنن. مثل که اینا و دیگه عالم اسلامی اگر فکرتون باشه سر افتای خود اینقدر کنترل لگانده که هرچی حکومت میخواد همون تو فتوا میده. هیچ وقت فتوای عالم اسلامی بر اساس احکام شریعت نبوده، لحاظا پاکستان هم اجرا میکنه. لکن اساسی است که این موضوع بر دارالفتاء راجع شود. دارالفتاء که هر فتوا داد باید ما و اونا و همه عالم اسلامی به اونا گردن بمانند. اما اینا اگر ما شما ببینیم به اشارات غیر منطقی خود که صحبت میکنه، اگر احیانا دارالفتاء را فتوا داد که باید در پاکستان جنگ شود باز اونا قبول میکنه؟ نه. یعنی هر چیزی که در ضد من مثال زیاد آسوده از این خاطر براتون میگم آسان که عالم اسلامی قبول کنه، یعنی مسلمان ها که گوش گرفته برای موضوع او قبول کنه گپ در سرش بخورد. مثلا در شریعت خدا میگه که سود ناروا است. اینمی پاکستان علمای کرام بگه که سود ناروا است، در بانکی سیستم سود از بین ببر، از دولت‌های غربی و شرقی و امریکا شما قرض به سود نگیرین. آیا اینا قبول میکنن؟ اینا حکم اسلام است. وقتی که برای گفته شود که در شریعت خدایی گفته میشه که فحشا را شما باید از بین ببرید یا دیگه اینطور چیزایی که غیر اسلامی است اونا را شما انجام ندین، آیا اینا انجام میدن؟ درست. یعنی اینا اینطور فتوای میگوید که به چوکات خودشان برابر باشه و این امکان نداره در افغانستان. در افغانستان علمای ربانی است، خودمختار هستند، به اساس احکام شریعت فتوا صادر میکنند. درست. هاشمی صاحب اگر بحث را جمع‌بندی بکنیم، آینده روابط افغانستان و پاکستان چه خواهد شد؟ چون اعتبار پاکستان از دست داده و در دو آغاز مذاکرات باز هم پاکستان حمله کرد به افغانستان و آتش بس را نقض کرد. این آینده دو طرف چه خواهد شد؟ جنگ است و دوباره یا به دیپلماسی رو می آورند؟ با کمال تاسف باید ایره بگوییم که پاکستان اختیار خود به دستشان نیست. یک چند تا جنرال اردو، یک چند تا جنرال بیعقل و نادان و ایچی استخباراتشان با یک شهباز شریف و نمی آصف ماصف اینما اینمی پاکستان به حیث گروگانی گرفته و گردن خود به دست امریکا و سوسیالیست‌های جهان داده. با کمال تاسف که من امید کدام ندارم که اینا به هیچ چیزی کردار خود عمل بکنن. لحاظا ما امیدوار هستیم ملت افغانستان هیچ وقت در افغانستان باز جنگ رو نمیخواه، با همسایه‌های خود بالکل نمیخواه. باز با پاکستان مردم افغانستان 40 سال 50 سال تحمل کردن، اونجا زندگی کردن، اونجا بودن. هیچ وقتی با پاکستان خواهش جنگ نه ملت افغانستان داره نه حکومت فعلی افغانستان داره. لحاظا ما خویی امید داریم که جنگ نشود و استراتژیک دانای پاکستان، حکمای پاکستان، کلانای پاکستان، رؤسای احزاب پاکستان، او مردمی که غم ملت مسلمه و غم امت مسلمه و غم منطقه و پاکستان و دیگران در دلشان است، اونا باید در داخل پاکستان اقدام را بکنه که این کارهای بیعقلی از این چند نفری که سر حکومت پاکستان به اصطلاح قبضه لگانده و گروگان گرفته اینا یک عمل احمقانه را انجام ندن که این منطقه را و افغانستان و پاکستان و این دو ملت مسلمان به غم و به بندو اینا اخته بکنن و باز در آینده مشکلات زیادتر و بیشتر میشه. لحاظا ما خواهش مایی است، امید مایی است، مثل مسلمان را خواهش میکنیم که جنگ نشود و امارت اسلامی افغانستان هم بار از طریق مسئولین خود اعلام کرده که هیچ وقت خواهش جنگ را ندارن و اینا جنگ نمیخواین و جنگ نمیکنن. اما اگر سر ما تجاوز شود دیگه باز مجبور است شریعت هم با مسلمانان دفاع حق میده که از خود دفاع بکنه. مثل که یک نفری همسایه تو بالا شود سر خانه تو همراه کوتک و همراه هر چیز بیاین سر تو حمله کنه، خدا نخواسته اطفال تو رو بزنه، خانه تو رو ویران کنه، تو مجبور هستی از خود دفاع کنی. مسلمان اسلام بر تو حق داده که از خود دفاع بکنی. دیگه ما این خواهش ما است، امید ما است که جنگ نشه. اما با کمال تاسف که من خودم اعتماد کامل سر پاکستان ندارم و پاکستان عملم نمیتونه، اختیارشان هم به دست خودشان نیست و یک پروژه دیرینه است که امریکا برای اینا دادن و اونا کوشان هستند که
چه رقم تطبیق کنند. در این وقت ما خود ما شما میبینیم که اینا طرفدار مذاکرات نیستند، طرفدار صلح و آرامی نیستند، لذا اونا یک طلبات یا خواهشات یا اوامر غیر منطقی، غیر مسئولانه، غیر عاقلانه از افغانستان میخواهند. چرا؟ که اینا میخواهند که مذاکرات را بگدوش کنند و اینا از بین بره و از صحبت هم نکنند و نتیجه هم نده. سپاس از حضورتان در برنامه آقای سید ذکرالله هاشمی، آگاه مسائل سیاسی. همکارم اسماعیل سادات در این مورد بیشتر میگوید. ये गाड़ी है अभी बाहर की सिंध की गाड़ी है। و دنبال حمله‌های مرگبار پسین در پاکستان، مقام‌های نظامی آن کشور انگشت انتقاد به سوی افغانستان بلند کرده و بار ملامتی آن را به دوش کابل انداختند. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان با اشاره به این حمله‌ها مدعی شده که کابل جنگ را به اسلام آباد کشانده و اکنون هیچ راهی برای ادامه مذاکرات میان دو کشور باقی نمانده است. و همچنان هشدار داده که ممکن است پاکستان دست به اقدام نظامی در خاک افغانستان بزند. یعنی پاکستان استرایک کر سکتا. آیا شما در خاک افغانستان بر ضد گروه‌های هراس افغان حمله‌های هوایی انجام خواهید داد؟ بله، یقینا در این کار کسی شک نداشته باشد. هرچند امارت اسلامی به تازگی در این باره واکنشی نداشته، اما پیش از این رویدادهای امنیتی پاکستان را مشکل داخلی آن کشور دانسته و ادعاها درباره دست داشتن در ناامنی‌های پاکستان را به شدت رد کرده است. وزارت امور خارجه افغانستان نیز با نشر خبرنامه حمله‌های روز گذشته در پاکستان را محکوم کرده و مراتب تسلیت خود را با خانواده‌های قربانیان این رویداد ابراز داشته است. اما در مقابل پاکستان محکومیت این حمله‌ها از سوی کابل را نپذیرفته و آن را رد کرده است. که پاکستان میخواهد به ادامه این بهانه‌جویی ها مسئله تدبیر یا با وجود آمدن فضای صلح و امن و آتش‌بس و دستورات با وجود آمدن فضای دوباره مذاکرات میان دو کشور رو مختل بسازد، که البته این مسئله نه تنها که به نفع دو کشور نمی باشد، بلکه میتواند باعث نارامی‌های بیشتر نه تنها در داخل خاک پاکستان بلکه کشورهای منطقه گردیده صلح و ثبات منطقه‌ای را همچنان به خطر مواجه بسازد. همزمان با این رحمت الله نجیب، معین اداری وزارت امور داخله و عضو هیئت گفتگوهای صلح میان افغانستان و پاکستان میگوید که هیئت پاکستانی از آنان خواسته بود تا رهبر امارت اسلامی با ناروا خواندن جنگ جاری در پاکستان درباره آن فتوا صادر کند. چې د بد خلک شدي یا د شریر خلک شدي یا هغه خلک چې یو د بل مخالفین دي د سره کنټرول کی د کنټرول په تعریف کې بیا دا و چې اسلامي امارت به فتوا صادروي چې دا کوم جنگونه چې د پاکستان د حکومت په خلاف کیږي دا ناروا جنگونه دي. نو په دې کې موږ ډېر سره ټینګ شو چې موږ ځان ته دا حق نه ورکوو چې دا کوم جنگونه چې هلته دي چې هغه تایید کړو چې دا ښه جنگونه دي د موږ هېڅ نو دا حق موږ نه لرو چې دا اعلان یا دا فتوا صادره کړو یا دا فتوا ورکړو چې هغه جنگونه چې کوم دي دا ناروا دي ځکه چې تر موږ پورې تعلق لري نه. ادعاهای مقام‌های نظامی پاکستان در حال صورت می‌گیرد که روز گذشته در نتیجه حمله‌های مرگبار در پاکستان 12 تن کشته شده و 30 تن دیگر زخمی شدند. مذاکرات صلح میان افغانستان و پاکستان نیز به دلیل خواست‌های غیر واقع بینانه هیئت پاکستانی و ترک میز مذاکرات از سوی اسلام آباد بی نتیجه به پایان رسید. در پی افزایش تنش‌ها میان افغانستان و رژیم نظامی پاکستان، معاون اقتصادی ریاست الوزراء از تاجران کشور خواسته است تا تجارت خود را از مسیرها و بازارهای بدیل انجام دهند. او هشدار داده که از این پس در صورت بروز هر گونه مشکل در تجارت از مسیر پاکستان، امارت اسلامی هیچ گونه مسئولیت نخواهند پذیرفت. در حالی که تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد همچنان رو به افزایش است، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، امروز در یک نشست خبری از تاجران و صنعتکاران کشور خواست تا وابستگی تجاری خود را به پاکستان پایان دهند. او گفت که تکیه بیش از حد بر مسیرهای تجارتی پاکستان در سالهای اخیر خسارات سنگینی بر بازارها و تاجران افغان وارد کرده است. با گفته وی، اکنون زمان آن رسیده تا تاجران مسیرهای بدیل را برای صادرات و واردات انتخاب کنند تا جریان تجارت کشور بدون تأخیر و مانع ادامه یابد. د دوا واردونکو څخه په ټینګار غواړم چې خپل واردات مو له نورو هیوادونو او نورو لارو څخه ترسره او ژر تر ژره
له بدیلو لارو استفاده وکړي. که چا په پاکستان کې قراردادونه یا خریداري کړي وي 3 میاشتې وخت ورکول کیږي. په همدې موده کې دې خپل ټول حسابونه هلته تصفیه او کار دې راونغاړي. دا چې پاکستان په کراتو د سوداګرۍ پر مخ لارې تړلي او اوس یې هم تړلي دي. له تجارتي او بشري مواردو یې سیاسي استفاده کړې او د دواړو. ملا برادر در همین نشست به وزارت مالیه دستور داد که پس از 3 ماه داروهای وارد شده از پاکستان را گمرک نکنند و تاکید کرد که تاجران موظفند واردات ادویه و سایر کالاهای اساسی را از کشورهای دیگر انجام دهند. او هشدار داد که در صورت بروز مشکلات در تجارت از طریق پاکستان حکومت هیچ مسئولیت نخواهد پذیرفت. نورو بدیلو لارو سوداګرۍ ته مخه کړي. دې لارې نه یوازې زموږ تجاران زیانمن کړي بلکې بازارونه او عام ولس یې هم له ستونزو سره مخ کړي دي. زه له ټولو محترمو سوداګرو څخه په ټینګار غواړم چې د صادراتو او وارداتو بدیل در ادامه این نشست نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت امارت اسلامی نیز اعلام کرد که تاجران افغان 3 ماه فرصت دارند تا تجارت خود را با پاکستان متوقف کنند. او گفت اگر اطمینان کامل در روابط تجارتی میان دو کشور وجود نداشته باشد ادامه تجارت با جانب پاکستانی الزامی نیست. وزیر صنعت و تجارت می گوید که حکومت در تلاش است تا با استفاده از مسیرهای منطقه‌ای و بدیل روند صادرات و واردات کشور را بدون وقفه تأمین کند. ما اگر هر قدر فریاد بکنیم که ما قوت میکنیم او طرف از او طرف گای کانتینر ما را بند میکنه گر راه ما را بند کنه. چند روز پیش همراه دوستای در یک مجلس بودیم. در ظرف 1 ماه بیش از 200 میلیون دلار به تجار ما خساره رسانده ای است. در همین حال گذرگاه ترخم بیش از 1 ماه است که بسته مانده که این وضعیت میلیاردها دلار زیان مالی به دو کشور وارد کرده است. پایان خبرهای این ساعت از یک. وقت بخیر. خدا نگهدار.